جان دیلورین، نابغه‌ای که خودشو نابود کرد. بعضی نابغه‌ها دنیا رو تغییر میدن، بعضیا خودشونو. این داستان مردیه که باهوشتر از زمان خودش بود اما نابود شد چون بیش از حد به خودش اعتماد داشت. جان دیلورین تو دهه 60 توی جنرال موتورز ستاره‌ای بود که با طراحی پونتیاک GTO مفهوم ماشین عضلانی رو ساخت. همه عاشقش بودن، باهوش، خوش لباس، جاه طلب. اما یه روز تصمیم گرفت از قفس شرکت بزنه بیرون و ماشین آینده رو بسازه. سال 1975 شرکت خودش رو زد، دیلورین موتورز کامپنی. یه ماشین عجیب با درهای بال پرنده به نام DMC 12. اما رویاش گرون بود، پیچیده بود و دنیای واقعی براش جایی نداشت. وقتی ورشکست شد دنبال پول رفت، اما افتاد تو دام FBI. بهش گفتن قاچاقچیه، هرچند تبرئه شد اما آبروش رفت و رویاش نابود شد. جان دیلورین ثابت کرد نبوغ بدون تعادل مثل ماشینیه بدون ترمز. هر چقدر هم سری بری یه جایی میکوبی و نابود میشی.